در ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین این دهه سبدره یکی از قدیم‌ترین موضع اهالینشین است. در شفت آن دهه‌های زرلولدره، چشمه سب، بدرنگ و چالشتک، سفیداب و این کوه دو قوشک که مردم کوه شاه و عروس نام میبرند یکی از گوشه‌های زیبا منظری تاجیکستان محبوبمان اعتراف گردیده است. در چنین محیط شخصیت‌های با کمال رسیدند که در رشد فرهنگ ملی سهمی ارزنده گذاشتند. این آدمان از اهل ادب بوده زاده همین دهات می باشند. صحبت آنها اطراف آموزش و در شکل کتاب معرفی کردن ادیبان این منطقه می باشد. کسی که از همین خلوتانی زیبا، از همین خلوتانی نازنین، از همین خیل محلاتی که بینید به جنت برابر است، اگر کمتر دلزنی بکند باور کنید که آدم نیست، یکی از این عالم نیست. در این سفر ما وارد دهه سفیداب شده در محفل ادبی با اشتراک ادیب مدخان شریف اشتراک نمودیم. چاره‌بینی با کتاب تاجیکان آغاز گردید. در این دهه دوردست کوهستان که 45 خواجگی عمر به سر میبرند، تحفه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به هر یک عائله سپاریده شد. و خواهش دارم که تمام چیزی که در این کتاب گفته شده است از خود میکنید، رعایت میکنید و این کتاب را همچون کتاب مقدس نگاه می‌داریم. مدخان شریف ادیب نوشته های او در یک چند کتاب جمع آورده شده است. توشه سخاوت کتاب آخرینش با خلاصه شاعر گلنظر کلدی چاپ گردیده است. در این ملاقات ادیب اشتراکچیان همایش را با اشعار ادیبانی که در محیط همین دهه به کمال رسیدند مثل ستار مسلم، ستار ذکرالله، ایدی خلیفه، نظر رجب شناس کرد. دهه سفیداب از مرکز ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین 18 کیلومتر دور میان کوههای بلند واقع است. از همین سبب ساکنان گفتند که تشکیل و برگزاری چنین چهاره‌بینی‌ها در سمت کارهای آبادانی و سازندگی با آنها روح و الهامی تازه می‌بخشد. استادی عزیز قید کردند با چقدر عذاب و مشقت‌های زیاد مؤثر و ختم نمودند، سزاوار نام دانشجو گردیدند. باز چخله که قید کردند آموزگاری بالایوقت بودند، نامبرداری وطن عزیز خویش گشتند. از این رو ما جوانان رو می‌سزد که در این قدر شرایط‌های ارزنده‌ای که اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بهر ما جوانان فراهم کردند، ما از اینها استفاده برده یعنی که مؤسسه‌ها رو با بهای اعلی ختم نماییم، سزاوار نام دانشجو گردیم و به مانند این استاد نامبرداری وطن عزیز خویش کردیم. برگزاری همین گونه همایش فرهنگی با اشتراک ادیبان در ناحیه‌های به نام میر سعید علی حمدانی و در ناحیه واسه روزهای نزدیک برگزار کرده می‌شوند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهورов از ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین برای برنامه اطلاعاتی نوید.